بسم الله شو بگو. بسم الله الرحمن الرحیم و بسم القاسم الجبارین. به نام خداوند بخشنده مهربان. این جانب محمد رضا ناظمی اهل دلیگان بلخار. بلال کاشتم اینجا صحرای مزرعه شلوغ آباد که ماشاءالله هزار ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله. ببین بلالا ببین ماشاءالله. ببین بلال ماشاءالله. ماشاءالله. به این بلال که همه زرد شده و دونا رسیده و قدش هم تقریبا 3 متر نیم 4 متر رفته بالا. این است. خدا برکت به این بلال بده، خدا برکت به این ملک بده، خدا برکت به این ملک. و تونل ها رو نگاه کن. تونل هاست که میرد برا اسرائیل ها. این تونل ها را غزه زدن که برن اسرائیل ها بگیرن. تاریخ امروز چندم حاجی؟ امروز 25 چند؟ 25/8/1404. دستگاه مالی کیه؟ بله دستگاه مال عباس پهلوانی. دستگاه مال عباس پهلوانی. بیا جلو. ببین ماشاءالله ترکتورش هم زده بالا. بیا بالا ماشاءالله. بیا اینجا بگی بیا بلالا بگی بیا ترکتور زده بالا. برو اون عقب که معلوم باشه. برو اون بغل. بیا جلو. برو عقب وایسا. بی بلالا ترکتور زده بالا. ببین چقدر ترکتور بلنده. اینا میگن بلال شلوغ آباد. بلال شلوغ آباد. آباد شلوغ آباد. بغله بگی. بغله گرفتم حاج آقا. تا آخر بگی چه خوندنم بگی. مزرعه شلوغ آباد. انشالله خداوند برکت بده و آقای امام زمان هم نظر کند به این دشت تا آباد شود. بارون بیاد انشالله تا همه دشت سرسبز شود.